از یک لحظه گل گفت به امواج رخم بنده شوید، ماننده من همیشه در خنده شوید. ای مردم، ای مرده دلان، با سیر گلزار روید، با بوسه شبنم سحر زنده شوید. یک گلی یگانه ای من، دو گل دوگانه ای من، یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه ای من. سلام حسین. شما در خدمتتون. گپ زنید. صفات‌های گل خیلی زیاد است. اگر همین نمی‌بود، حتی در یک بیت اولی گفته شده است که وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید. یک قدر نازکی زنه که در سیمای گل وای کرده است. یا حتی بینید شعری محبوبی ما میگه تو گل نه جان من هرگز تو گل نه، به اشاره میکنم و همون زیبایی جنسی نفیس حتی فقط گل خیلی شبیه بکنه. اون چیز مانند است. خیلی درباره گل‌ها زیاد از اون جمله هم که شعر خود ما هست گلی لاله. ای گلی سرخی بزیب، ای لاله دلفریب، من تو را دوست می‌دارم اصلا نبینی آسیب، اما نداری تو بوی، آخر چرا بر من گوی، یا که بردم بویت را دل برکان خوشبوی. اینو من صنف هفتمین گفته بودم که در یا آب جوی وقتی که خمار میشود، برگ هر یک غنچه در گل درباره گل ملیان باید هست. باید بسیار ملیان زمین گنجینه خیر و سخاوت، نباتاتش کند ما را طبابت. شود آباد و زیبا به دستی مردی با عقل و فراست، اگر شاهی جهانی و بزرگی به قانون طبیعت کن اطاعت. این طبیعت زیبا میکردگی هم گل است. برای این همین بسیار چی خود طبیعت می شود آباد و زیبا به دستی فردی با عقل و فراست، ولی سوزد تر و خشکش به یک بار بر رفتاری کدوم یک کثافت. یک کثافت میداند که یک جنگلی بزرگ ویران کند.